به نام خداوند بخشنده مهربان نهایت با رحم. بنده تصمیم گرفتم در فضیلت خواندن قرآن در مورد اینه که امروز جوانان از خواندن قرآن، از تلاوت کردن قرآن دور مانده اند، کمی صحبت داشته باشیم. راستی در همین موضوع یک قصه بسیار جالب است، خواستم بهر شما پیشکش نمایم. میگوید دو جوان نوجفته که نو ازدواج کرده بودند. جوان میگوید داملای محله را به خانه خود دعوت کرد و افطار دعوت کرد که ای داملای عزیز بیایید به خانه ما. ضیافتشان کرد و بعد از آنی که داملا از خانه بیرون شد، همسر این جوان داد و فغان را برداشت که پلهای ما در جایی که بودن نیستند. بغیر از این ملایی که خانه در آمد دیگر کسی داخل خانه نشده بود. میگوید جوان در خجالت بود که از ملای محله پرسان شود، بپرسد که داملا چون این حادثه رخ داد. میگوید روزها میگذشتند و بعد از 1 سال تام میگوید این جوان همون داملا را به خانه خود دوباره دعوت کرد و بعد از آنی که افطار کردن، طعام خوردن، از ضیافتی که جوان برای این داملا تیار کرده بود استعمال کردن، جوان با سر خم و خجل از داملا سوال کرد ای داملای عزیز، راستی نمیخواستم این سوال را بکنم، اما یک چیز در قلب من مرا آزار میداد و مجبور کرد که این سوال را از شما بپرسم. داملا گفت ای جوان اون سوال چیست؟ بپرس، شرم نکن. جوان گفت داملای عزیز، راستی سال گذشته یادتان که باشد یک جا آمده بودیم، افطار کرده بودیم و بعد از آنی که شما از خانه بیرون شدید دیگر غیر از شما کسی به خانه ما تا آمدن شما نه آمده بود. وقتی که شما از خانه بیرون شدید ما مبلغی که در اینجا گذاشته بودیم همون مبلغا را دیگر نیافتیم. راستی قلبمون هزار کنیم هم قلبمون، فکرهامون، گمانمون بد شد که غیر از داملا کسی داخل خانه ما نشده است. میگوید داملای محله زار زار گریان شد، میگریست، گریه میکرد. جوان از سؤالی کرده اش در خجالت بود، از سؤالی کرده اش پشیمان شده بود که این چی سؤالی بود که این داملا را در خجالت افتاد. ای کاش که نمیدادم این سؤال. داملا گفت ای جوان عزیز، قسم به خدا گریه های من به خاطر این نیست که شما نسبت من گمانی بد کرده اید. راستی سال گذشته وقتی که من در تریزه رو باز کردم، به خاطری که خانه کمی دمگیر شده بود تریزه رو باز کردم که به خانه باد هوای تازه بدرآید و در بیرون هم شمال میوزید و پلهای شما را به هر سو تکان داد. پلهای شما به هوا میخیستند و من هم در حال تریزه را محکم کردم و پلها را جمع کردم و در بین قرآن گذاشتم. در بین قرآن گذاشتم که شما اون را بیابید. اما معلوم می شود از سخنان شما ای جوان عزیز که از مدت 1 سال گذشته است، از اون سال تا به این سال، اما شما بار هم قرآن را نکشادید. شما بار هم کلام پاک خدا را نظر نکردید. شما بار هم با خدای خود صحبت نکردید. امروز قلب من از این گریان است. قلب من برای شما می سوزد. خوشا به حال اون جوانی که خاصتا در این ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن دارد، در این ماه مبارک رمضان نمازهای نافله دارد، در این ماه مبارک رمضان خیر و سخاوت دارد
و از درگاه یزدان تمنا و التجا میکنیم که پروردگارا ما را به این سخنایی که کردیم عمل کردن اول برای خودمان نصیب بگردان. پروردگارا دعا میکنیم که قلبهای ما را با نور قرآن، زبانهای ما را با خواندن قرآن، گوشهای ما را با شنیدن قرآن منور و مزین بگردان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.